احزاب در ایران هم مثل پدیده هایی که در دوران جدید به ایران وارد شدند با انقلاب مشروطه در ایران شکل گرفتند و مخصوصا در قرن 20 شکل مدرن‌تر بعد از شهریور 20 هم خب احزاب جدی‌تری رو در کشور شاهد بودیم. احزاب سیاسی در ایران پا به پای تحولات بعد از انقلاب مشروطه، تراز فرودهایی که در جامعه ما در کل سپهر سیاسی شاهد بودیم، احزاب هم در این تراز فرودها حضور داشتند. اما در کل میتونم بگم که یک تجربه پرهزینه و کم فایده بود. احزاب سیاسی مثل بقیه دستاوردها، ما پارلمان هم داشتیم که از دستاوردهای دنیای جدید و از دستاوردهای انقلاب مشروطه بود. بحث تفکیک گوارا داشتیم که باز هم اینا هم از دستاوردهای دوران جدید بود. نهادهای آموزشی، همه اینها رو ما حساب بکنیم، از نظر من در کل همه این دستاوردهای دوران مدرن در ایران اون انتظاراتی که ازشون برمی‌آمد تحقق پیدا نکرده. حالا شما چون بحث احزاب رو مطرح میکنید، به طور مشخص من عرض کردم احزاب انتظاراتی که برآورده میشد یا توقع میرفت که در جامعه سیاسی ایران اون نقش بالانسر رو بازی بکنند، این رو ما ندیدیم.